ژاپن کشوری با فرهنگ و آداب و رسوم منحصر به فرده که بعضی از قوانین و آداب و رسوم اون در دنیا عجیب شناخته میشه. از کافه حیوانات و هتل‌های کپسولی تا توالت‌های هوشمند چیزایی هستن که در هیچ جایی از دنیا پیدا نمی‌کنید. با ما همراه باشید تا به عجیب‌ترین چیزهایی که در ژاپن وجود دارن بپردازیم. شماره 1. کافه حیوانات. تو ژاپن کافه‌های عجیبی به اسم کافه حیوانات وجود داره که با رفتن به این کافه‌ها میتونید با انواع حیوونا مثل گربه و سگ، خرگوش، جغد و انواع خزنده‌ها بازی کنید و ازشون لذت ببرید. شماره 2. خیابان‌های بدون اسم. بیشتر خیابان‌های ژاپن اسم ندارن چون آدرس دهی در این کشور با بقیه جاهای دنیا فرق داره. ژاپنی‌ها برای آدرس گرفتن به جای اسم خیابون‌ها از شماره بلوک‌هایی که خونه‌ها و ساختمان‌ها توش هستن استفاده می‌کنن. اما بعضی از خیابون‌های اصلی ژاپن اسم دارن ولی مردم طبق عادت از اونها استفاده نمی‌کنن. شماره 3. جزیره خرگوش‌ها. در دهه 40 دانشمندان تعدادی خرگوش رو برای انجام برخی آزمایشات به جزیره اوکینوشیما آوردن. اما بعداً اونا رو توی جزیره رها کردن و اونا هم شروع کردن به تولید مثل. امروزه این جزیره پر از خرگوش شده که هر ساله گردشگرای زیادی رو به خودش جذب میکنه. شماره 4. هتل‌های کپسولی. هتل‌های کپسولی در ژاپن جاهای خاصی هستند که معمولاً برای افرادی که به دنبال یک اقامت ساده و ارزون هستند مناسبند. این هتل‌ها به جای اتاق‌های معمولی، اتاق‌های کوچیک با شکلی کپسولی دارند. هر کپسول معمولاً فضای خواب کوچیکی داره که میتونی واردش بشی و بخوابی. شماره 5. غذاهای عجیب. ژاپن به خاطر غذاهای لذیذ و خوشمزه‌اش معروفه. ولی یه سری غذاهای عجیبی هم داره که ممکنه برای بعضیا چندش‌آور باشه. غذایی مثل شیراکو که از کیسه اسپرم بادکنک ماهی تهیه میشه و در بین ژاپنی‌ها محبوبه. بالوت که از جنین اردک آب پز شده درست میشه. و تاکویاکی، این غذا از هشت پا تهیه میشه که به صورت کامل با سر و پا سرو میشه. شماره 6. توالت‌های هوشمند. توالت‌ها در ژاپن بسیار پیشرفته‌اند. برای استفاده از یکی از اونها باید بدونید که همه دکمه‌هایی که روی اون تعبیه شده برای چی هستند. عملکردهای مختلفی مثل گرم کردن صندلی، پاشیدن آب گرم برای تمیز کردن شخص و حتی پخش موسیقی داره. شماره 7. هندوانه‌های مربعی. هندوانه‌های مربعی شکل یه نوع هندوانه‌ای هستند که کشاورزای ژاپنی وقتی که هندوانه‌ها دارن رشد میکنن اونا رو در جعبه‌های شیشه‌ای مربعی شکلی قرار میدن. اینطور میشه که هندوانه‌ها شکل جعبه رو میگیرن. این کار رو برای اینکه راحت‌تر بتونن هندوانه‌ها رو توی یخچال بذارن و حمل کنن انجام میدن. هندوانه‌های مربعی خیلی گرون هستن و معمولاً برای تزیین یا هدیه دادن استفاده میشن. شماره 8. طعم‌های عجیب و غریب کیتکت. شکلات‌های کیتکت در طعم‌های مختلف از جمله فلفل قرمز، سیب زمینی، ذرت کبابی، سویا، هندوان نمک و چای سبز. اینها تنها لیست کوتاهی از طعم‌های کیتکته که میتونید توی ژاپن امتحان کنید. حالا شما کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ شماره 9. غذاهای تقلبی. متخصصا این نوع غذا رو از پلاستیک یا موم درست میکنن. بسیاری از رستوران‌ها از غذاهای تقلبی برای نمایش غذاهای خودشون در ویترین و جذب مشتری‌ها استفاده میکنن. معمولاً قیمت این ماکت‌ها خیلی بیشتر از غذاهای واقعیه. شماره 10. مأموران هول دهنده. مأموران هول دهنده افرادی هستند که در ایستگاه‌های مترو ژاپن کار میکنن و وظیفه‌شون اینه که مسافران رو به داخل واگن‌های شلوغ هول بدن تا درها بتونن بسته بشن. این کارکنان با لباس‌های خاص و دستکش سفید شناخته میشن و معمولاً در ساعات اوج شلوغی فعالیت میکنن. شماره 11. ماشین‌های فروش خودکار. ژاپن به خاطر دستگاه‌های فروش خودکار عجیبش معروفه. توی این کشور میتونی تقریباً هر چیزی رو از این دستگاه‌ها بخری. از نوشیدنی یا تنقلات گرفته تا غذاهای گرم، لباس، لوازم جانبی موبایل و حتی تخم مرغ. توی ژاپن به طور متوسط به ازای هر 23 نفر یه دستگاه فروش خودکار وجود داره. این دستگاه 24 ساعته در دسترس هستن و هر جایی از ژاپن پیدا میشن. شماره 12. تأخیر قطارها در سرتیتر خبرها. وقت شناسی در ژاپن واقعا چیز مهمیه و ایستگاه‌های قطار هر کاری که ممکنه برای جلوگیری از تأخیر انجام میدن. اگر قطار 5 دقیقه تأخیر داشته باشه، شرکت راه آهن ممکنه برای مسافرها گواهی تأخیر صادر کنه. و اگه تأخیر بیش از 1 ساعت طول بکشه،
شرکت راه آهن رسما در روزنامه‌ها عذرخواهی میکنه. شماره 13 چرت زدن در محل کار. در فرهنگ ژاپنی چرت زدن در محل کار که به اون اینموری میگن، با عنوان یه فرد سخت کوش و بسیار متعهد به شغل خودش در نظر گرفته میشه. به همین دلیل اینموری بسیار رایجه و کسی به بد بودن اون فکر نمیکنه. شماره 14 نظافت مدارس. توی ژاپن دانش آموزا مسئولیت نظافت مدرسه رو بر عهده دارن. اونا به گروه‌های کوچیکی تقسیم میشن و وظایفی از قبیل تمیز کردن کلاس‌ها، سرویس‌های بهداشتی و حتی نگهداری از فضای سبز رو انجام میدن. این کار به اونا انضباط و مسئولیت پذیری رو آموزش میده و همچنین هزینه‌های نظافت رو پایین میاره. شماره 15 طعم‌های دیوانه کننده بستنی. ژاپنی‌ها به خاطر خلاقیتشون توی غذا معروفن و این خلاقیت توی بستنی‌ها هم خودش رو نشون داده. توی ژاپن میتونی طعم‌های عجیب و غریبی از بستنی مثل بستنی با طعم سس سویا، بستنی با طعم ماهی یا صدف و یا حتی بستنی ذرت و کدو رو پیدا کنی که توی هیچ جای دیگه از دنیا پیدا نمیشه. اگه امروز یه چیز جدید یاد گرفتید، پس ویدیو ما رو لایک کنید و یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.